تنها صداست که میماند. گنج شایگان. از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها. در پادکستی سلیم ایوبزاد. سلام و درود به شنوندگان محترم پادکست گنج شایگان. امروز آخرین بخش ویژه گفتاری فقط به خاطر صلح به توجه شما پیشکش می شود. قبل از آغاز آن می خواهم دو نکته را تاکید کنم. یکی اینکه در این برنامه خواهید شنید شهروند تاجیکستان می گوید برای او فرق ندارد کی این صلح تاجیکستان را ایجاد کرد. آیا حکومت با رهبری امام علی رحمان و یا اتحاد مخالفان با رهبری سید عبدالله نوری و یا هر دوی آنها و یا روسیه و ایران، امریکا و هر کسی دیگر. مهمش اینکه صلح به تاجیکستان برگشت و حیات آسایشته دوباره شروع شد، میگوید این شهروند. ولی شهروند دیگری تاجیکستان میگوید آن اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیک، یک ائتلاف معروف در جهان که با سازمان ملل متحد با کشورهای گوناگون دنیا در سطح برابر صحبت میکرد، در نتیجه این صلح از بین رفت. اینجا هم دو عقیده ضدی هم بیان می شود. یکی این که خودی برخی از نمایندگان مخالفان می گویند این اتحاد با تقاضای وظیفه های معین یک دوره تاریخی پیدا شده بود و بعد رسیدن به آن اهداف خود به خود آن از بین رفت، یعنی فرو پاشید یا اینکه هر حزب و گروه به راههای خود رفتند. ولی این فروپاشی سبب گشت که دیگر اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک را کسی همچون یک نیروی بزرگ نشناسد. عقیده دوم این است که با پیشنهاد مذهب‌های دولتی در هیئت حکومت تاجیکستان راه باز شد که نیروهای اپوزیسیون از هم جدا شوند. فضای رقابت و همدیگر نافهمی در میان گروه‌های گوناگون مخالفین به وجود آمد. این هم در حالی است که آنها همیشه میگفتند یک هدف دارند، هدف آنها بازگشت شرفمندانه به وطن بود. آنها میگفتند هیچ گونه منصب و مقام دولتی نمیخواهند، بلکه میخواهند که در آینده در انتخابات آزاد و دموکراتیک کشور شرکت کنند. در آغاز این برنامه یک صحبت داریم در مورد اینکه البته تاریخ اگر ندارد، اگر و مگر ندارد، آنچه شد شد. ولی به هر حال اگر فکر کنیم، اگر تخمین زنیم که اگر مخالفان به حکومت شریک نمی شدند، مذهب های دولتی را نمی گرفتند و برخی از آنها در این مذهب ها البته کارنامه خوبی نشان ندادند، آیا در انتخابات بعدی چی می شد و آیا کشور به این روز می رسید یا نه؟ به هر حال خب تاریخ اگر ندارد. ادامه برنامه را شنوید و یادآور می شوم این بخش آخرین گفتاری فقط به خاطر صلح است که در پایان آن بعضی صحبت هایی که در برنامه قبلی جای نیافتند اما جالب بودند و مهم بودند جای داده شده اند. خدا نگهدار. فقط به خاطر صلح. برنامه بخشیده به 10مین سالگرد امضای سازشنامه صلحی تاجیکستان. بخش ششم. پایان کار کمیسیون آشتی ملی، استفاده های گوناگون از دستاوردهای صلح، خلاصه های فلسفی و سیاسی از 10 سال صلح تاجیکستان. گذشته اگر ندارد، آنچه شد شد، نیک یا بد. ولادیمیر گوریایف به حیث یاور و مشاور نمایندگان سازمان ملل متحد یگانه کسی است که بی تنفس در تمام دورهای گفت و شنید صلحی تاجیکان شرکت کرده است و میگوید سازشنامه‌های امضا شده بهترین توافقات بودند که میشد در همان دوره تاریخی از طرف‌ها به دست آورد. Вы знаете хорошо, что история не терпит сослагательного наклонения, если бы.
если бы в истории не было. در تاریخ مفهومی اگر این طوری میشد وجود ندارد. حادثه همان گونه به عمل خواهد آمد که تقدیر کرده باشد. سازشنامه‌های صلح همیشه زیر تأثیر شمار زیادی فایل‌های مختلف به میان می‌آیند و سازشنامه‌هایی که به امضا رسیدند در همان شرایط بهترین دستاوردهای امکان پذیر بودند و باید گفت سازشنامه‌های ایدئال اصلا وجود ندارند. سال گذشته 15 تاریخ شناس و فیلسوف آمریکایی کتاب دست جمعانه نشر کردند که What If چی میشد اگر نام دارد. آنها رویدادهای حل کننده تاریخ را که سرنوشت بشر را دگرگون کرده اند در این فرمول بندی گذاشتند و خیال پردازی کردند که اگر آنها طور دیگری صورت می گرفتند ما حالا در چی دنیای میزیستیم. چی میشد اگر مغول‌ها در اشغال اروپا کامیاب میشدند؟ چی میشد اگر نه جان پاس اسکندر مقدونی بلکه خودی او در آغاز جنگ‌هایش کشته میشد؟ اگر در سال 1914 جنگ جهانی اول سر نمیزد چی میشد؟ اگر هیتلر پیروز می آمد دنیا چی رنگ می گرفت؟ و مانندی اینها. پژوهش علمی نظریه‌های ظاهراً غیر علمی نشان داد که تاریخ می توانست کاملاً با راه دیگری پیش رود و گذشته گریزناپذیر نبوده است و یک شخص الهیده نیز در این دگرگونی می توانسته است نقش حل کننده داشته باشد. حالا که فرصت برای نتیجه گیری از اسناد صلح تاجیکستان و گفته‌های همصحبتان ما پیش آمده است، نگاه امروزه به آن رویدادها از چنین دیدگاه فهمیشی بیشتر می‌دهد. سید عبدالله نوری رئیس کمیسیون آشتی ملی هنگام جمع‌بست کار این سازمان در 1 اپریل سال 2000 گفت کمیسیون آشتی میبایست عملاً مستقل می بود، بودجه خود را می داشت و دستنگر مقامات دولت باقی نمی ماند. وی در کتاب خود آشتینامه می نویسد طرف حکومت در کمیسیون صلاحیت کامل نداشت و هر دفعه بعد از مشورت با رهبریت جمهوری عقیده خود را تغییر می داد. نایب او در کمیسیون از طرف دولت عبدالمجید دوستیوف در کتاب تاجیکستان شکستن و بستن ها می نویسد برخی از رجال دولت ظاهراً گویا از نام پرزیدنت به کار کمیسیون دخالت می کردند و توافق‌های حاصل شده را از بین می بردند. با وجود این به نوشته هر دو مؤلف کمیسیون آشتی ملی نقش صلح آفرینی خود را در بلندترین سطح ممکن به انجام رساند. اما به عقیده اکثر تحلیلگران دوره کار کمیسیون آشتی ملی دوره فروپاشی یکی از طرف‌های صلح بود. جناب نوری اقرار می‌کند که حکومت همیشه نقشه داشت اتحاد اپوزیسیون تاجیک را ضعیف و پراکنده بیند و به عقیده او این یک پدیده قابل فهم بود. اگر حکومتی که مثلا این گونه نقشه نداشته باشد اصلا حکومت نیست و این جای عیبش هم نیست که جانبداری خود را زیاد کنم و جانبداری احزاب مخالف و ضعیفتر باشد. و رئیس زیرکمیسیون سیاسی کمیسیون آشتی ملی از جانب دولت ابراهیم عثمان میگوید هر دو جانب به تضعیف همدیگر سعی میکردند. سیاست خودش همین است. سیاست امکانیت یافته موقع خود مستحکم کردن است. جناب عثمان این بار همچون پژوهنده صلح تاجیکستان میگوید به تلاش‌های حکومت نیز اپوزیسیون در حال فروپاشی بود، زیرا در دوره اعمار صلح از افراد روتاف که پایه‌های این صلح را گذاشته بودند. اپوزیسیون خودش پراکنده کرد. اپوزیسیون من یک چیز با من تقریبا با این مانند یک سوال از طرف مخالفت به قریبی بود. من گفتم که گپ درباره و همین عنصری که در سازشنامه ها بود حاضر انجامی من گفتم که همین که معلوم شد که شما اون مردمی را که در جریان مذاکرات در جریان مخالفت سیاسی و جنگ بیشتر به اونها تکیه میکردید معلوم میشد که در مرحله اخیر اونها فراموش کردید و به پلن دوم پرتافتید. برای همین در این دوره کار شما پیشرفت نمود مانند اون که در دوره اول داشتید. حقیقتا هم تو نگاه کنید نظریاتیون آنها در دوره دوم شخصایی شدند که از نظر خیلی دورتر بود. در دوره تطبیق سازشنامه های من در نظر دارم اونهایی که برای تطبیق سازشنامه تیار کردن اونها اعتبارشون کاسته شد و اونها کمتر و خودم من که یک فکرشون پیدا شد همه چیز حاصل شد دیگر این ضرورت به این تکیه کردن شاید نیست. برای بسیاری ها در این دوره از هم دور شدن دو رهبر ارشد اپوزیسیون سید عبدالله نوری و حاجی اکبر تورجانزاده یک عامل اساسی فروپاشی اپوزیسیون بود.
سخنگوی فرستاده خاص سازمان ملل متحد در تاجیکستان، ژورنالیست معصومه طرفه، شاهد عینی فعالیت کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان بود و میگوید تفاوت در میان این دو رهبر اپوزیسیون تاجیک هنوز از زمان گفت و شنیدهای صلح منشأ میگیرد. جناب نوری واقعا انسان بسیار بسیار آرام و با تساهل، با مدارا و نرم و انعطاف پذیری بود و این رو در چهره ایشون هم همه میتونستن ببینن، در لبخند ایشون میتونستن ببینن و خب بسیار هم مؤثر بود، یعنی همیشه کمک میکرد به ایجاد مصالحه. اما آقای تورجانزاده هم همیشه در واقع دفاعشون از حرکت خودشون این بود که میخواستند که شخصیت مخالفان همیشه در همه جا حفظ بشه. میخواستند که یک وقت افراد فکر نکنند که هر چیزی رو با هر شرایطی در اختیار مخالفان قرار بدن مخالفان میپذیرن و خب از دیدگاه خودشون اگر نگاه بکنید برای حفظ شخصیت مخالفان بود. حالا ممکنه که به نظر بعضی ها می آمد که ایشون سر مسائل کوچیک خیلی پافشاری میکنن، ولی دفاع خودشون اینطور بود و خب این برای من کاملا قابل قبوله که میخواستن اینطور بشه و اگر الان نگاه بکنیم میبینیم که شاید اگر به عقب برگردیم میبینیم شاید بعضی جاها باید مخالفا بیشتر پافشاری میکردن، شاید نباید اینطور از صحنه میگذاشتن که بیرون رانده بشن و شاید تاریخ اینطور قضاوت خواهد کرد که مخالفان بهتر می بود اگر سر یک رشته مسائل بیشتر پافشاری میکردن و زود از میدان نمی رفتن. خود جناب تورجانزاده نیز بر این است که مخالفان میبایست پایفشاری بیشتر نشان میدادند. خدا به شکر که تاریخ باز نمیگردد، اما اگر رفت و این کارم که شود به جز صلح ما چاره‌ای نداریم. ما همیشه همون وقت هم صلح میخواستیم، اما تطبیق صلح ممکن کمی با اسلوب دیگر تامین میکردیم. باید مرحله انتقالی بعد از تکمیل یافتن 30% شروع میشد. اینو ما میدونستیم اما متاسفانه این عملی نشد. خب این کمبودی‌ها از خودی ما بود، گذشته‌های خیلی زیاد از جانب خودی ما شده بودن و از جنین ما هیچ وقت من اصطلاح عوف یک جانبه رو قبول نداشتم، زیرا من همیشه در مذاکرات طلب میکردم که باید لغو پرونده‌های جنایی شود، از بین بردن پرونده‌های جنایی شود. خب من این مسائلی بود که اگر ما ایستادگی میکردیم حتما شاید تطبیق میشدن، اما بسیار جوانای ما، دوستای ما امروز شاید زندانی نمیشدن و فراری نمیشدن. مشاور امور حقوق بشر در هیئت اتحاد اپوزیسیون تاجیک روزنامه‌نگار اولگ پانفیلوف میگوید آرزومندان شکست بعد از جنگی اپوزیسیون نقاط ضعف آن را یافته بودند و ماهرانه استفاده کردند. Я, конечно, предполагаю, что и спецслужбы Таджикистана, и спецслужбы России, и, может быть, других стран من البته حدس میزنم که خدمات مخصوص تاجیکستان و روسیه و احتمالاً کشورهای دیگر به اعضای گوناگون هیئت اپوزیسیون تاثیر میگذاشتند. این یک روند طبیعی بود و برعکس حیرت آور می بود اگر این گونه نمی بود و به نظرم آنها یک عامل اساسی را که در میان مخالفین بود زیاد استفاده میکردند. منظورم خودخواهی، چه خودخواهی محلگرایانه و چه خودخواهی انفرادی. برای همین من نه تنها از نتیجه های گفت و شنید دلسرد شده بودم، بلکه همچنین از آن که چطور اپوزیسیون از این نتیجه ها استفاده کرد. نقش خودخواهی افراد بسیار نقش بارز بود. وقتی در پشت هر سیاستمدار خانواده او، ناحیه او، اولادی او قرار گرفت. اپوزیسیون مجبور بود به مقام‌های دولتی آدمان تصادفی را پیشنهاد کند. Оппозиция вынуждена была предлагать на правительственные посты случайных людей. محل و منطقه گرایی را خود سید عبدالله نوری نیز یک عامل اساسی فروپاشی اپوزیسیون می‌نامید و می‌گفت تلاش منصبگیری ها به نوبت خود محل گرایی و فساد را به اوج رساند. آن هم در حالی که در ابتدا طرفداران او به گرفتن منصب‌ها آماده نبودند. هیچ کدام آنها حاضر نبود کدام از این وظیفه‌ها از مسئولیت وزارت‌ها را بگیره. هیچ کدام آنها حاضر نبودند و همه میگفتند که ما فقط همین که برای خدا کار کردیم و ما اومدیم به صلح رسیدیم همین برای ما بسه. ولی بعد چند وقتی که اون آدمایی که از خارج با اون نیتی صلح و با اون آرزو و هوس صلح اومده بودن اینجا با مردم آمیخته داشتن. البته من نمیگم که با مردم خودشون و خیاشیاش سر خیاشی‌هایی که در جهاد بودن و در مبارزه بودن فشار آوردن. مثلا غربی‌هاش در غربی‌هاش،
شمالی ها جنوبی ها در جنوبی ها اینا یک حالتی به وجود اومد که دیگه برای گرفتن وظیفه دیگه مسابقه از مسابقه گذاشتن به جنجال، از اون هم گذاشتن به فشار آوری و جلسه های طولانی و این چیزها تبدیل شد برای دریافتی وظیفه. تا اون وقت هیچ کس از نگاه محل به من نگاه نمیکرد. این از یک طرف پاش خوردن مثلا طرفی اپوزیسیون بود. اگر به شرط منم که صلح میکنم با مثلا جناب آقای رحمانوف، اگر من عزت نداشتم، اعتبار نداشته باشم، مثلا همون احترام قبلی را نداشته باشم، چه خیلی صلح میکنم؟ مادامی که اینا هر صلحی که میکنم اینا مخالفتش میکنم. یک مشکل اینجا داشتم، یک مشکل گرفتن وظیفه از طرف مقامات حکومتی. از آنجا که سهم 3% اپوزیسیون در اداره دولت تا آخر داده نشد و حکومت از یک سو اجرای این شرط صلح را کشال میداد و از سوی دیگر پیرامون نامزدهای مخالفین بحث و کشاکش می آراست، به نظر می رسید که سهمیه به یک بازیچه سرگرم کننده و شکست دهنده اپوزیسیون تبدیل یافته است. پس از 10 سال آن رویدادها، نایب رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سعید عمر حسینی می گوید: اما میگیم که خوب چی کار میشد. خوب همین بود که ولی کمیسیون اشتی ملی نوی آمده در همین مذاکرات ها امو 30% حل خچه میافت. مال ما کدام وزارت، کدام ناحیه اگر معقول نمیشد پیشکی میگفتیم خب نه راکی نمیتی مصالحه نمیکنیم. نه حتی که 30% حکومت معناش همین بود که از وزارت های قدرتی، وزارت دفاع، وزارت امنیت، وزارت داخله، همین 3 وزارت قدرتی را یکش همین 30% ایکو مهمترین وزارت ما ندادن، وزارت دفاع. ولی کرامت الله عالموف، عضو کمیسیون آشتی ملی از طرف دولت و حالا مشاور ارشد رئیس جمهور تاجیکستان میگوید شرکت اپوزیسیون در اداره دولت در آن زمان یک ضرورت صلح بود که گذشت. و این مسئله 30% وقتی که وحدت تامین شد، چنین شرط و شرایط در سازشنامه عمومی استقرار صلح هم نبود که این همیشگی باشد و تمام عمر همسفر و همه 30% و 70% باشد. وقتی ملت امروز وحدت هر کسی که از روی استعداد، توانایی، دانش، اختصاص، ضرورت و شایستگی که دارد و این یا آن وظیفه مقرر می‌گردد. اما تحلیلگر آمریکایی بروس پنیر در یکی از مقاله‌هایش می‌نویسد تحشین تلخ بعدی که از شیرینی ابتدایی سهمیه اپوزیسیون باقی ماند بیشتر بیانگر آرمان اپوزیسیون تاجیک با مکالمه و همکاری دائمی با دولت بود تا حرص اشغال کرسی‌های منصب. سعید عمر حسینی: یه مراتب محفل‌هایی را تشکیل کنن رئیس جمهور و تمام امکانیت برای آنهایی بده که تنقیدش میکنن، از سیاستش تنقید میکنن. تنقید کنندگان هم دوست‌های واقعی اونها را دشمن تصور کردن بسیار غلط است برای یک مرد سیاستمدار. از همین جهت ما امید داریم که از ما بپرسن، از ما مشورت بگیرن، ما بدی نمیخواهیم. مهم همیست. استاد نوری در پایان آشتینامه خویش اظهار داشته است با در نظر داشت مشکلات موجوده جامعه میبایست کمیسیون آشتی ملی در هر شکل دیگر ادامه پیدا میکرد، ولی این بیشتر به آرزوهای بعد از معرکه میماند و به پرسش آشکارای آن که آیا درست است تحت شعارهای صلح حکومت اپوزیسیون را بازی داد این گونه پاسخ گفته بود. من با این عقیده راضی نیستم. در اون شب روزی که ما بودیم، در اون شب روز من فکر میکنم که وقتی هر یک آدم عاقل یا در امریکا بود یا در کانادا بود در اروپا بود، اگر با طرفی همچنین یک تاجیک در همون وقت با تاجیکستان نظر میکرد که تنها ناله و آبی چشم و دود از اونجا بیرون میشه، من فکر نمیکنم که آدم عاقل در اون وقت دنبال منصب و وظیفه میگشت. من گفتم که این منصب و وظیفه را برای اون که ما هم یک قسمتی این دولت در باشیم و اطمینان پیدا کنیم برای زندگی کردن، برای همین بود. ولی ما هر کاری که کردیم کم گرفتیم، زیاد گرفتیم، گذشت کردیم. بله من گذشت کردم و من افتخار میکنم برای این گذشت کردنم، ولی چون من گذشت کردم به مقصد رسیدم. اگر مقصد نمی به صلح رسیدم. اهمیت گذشت‌های دو جانبه را برای رسیدن به صلح در جامعه امروزه تاجیکستان قدرشناسی میکنند، هرچند با سبب از صحنه افتادن اپوزیسیونی که می توانست همکار و هموزن
یا دقیق ترش پاوزن و ناظر حکومت باشد، عقیده در جامعه نیز وجود دارد که به صورت عموم صلح تاجیکستان سبب تقویت و یکتازی حکومت گردید. یک و چی است که صلح است. برای هم فرق ندارد ما با کی کرد کی نکرد، چی شد چی نشد. حقیقتش همون که صلح برپا شد و من هیچ روزی نیستم با گپی که گفتن که وای مثلا اپوزیسیا رو فریب دادن و برای همین صلح رو جاری کردن. نه، در حقیقت از هر یک شخص وابسته است. از خود همون گروه اپوزیسی مثلا که در حوزه در مقامات ما کار میکنن، کار فعالیت دارن. خوب من فکر میکنم که هر دو جانب زحمتی بسیار هم کشیدگی‌اند. کمتر احساس کرده میشد که حکومت همون صلح رو به منفعت خود استفاده میکند. مثلا در تقسیم وظیفه نابرابری ها به نظر می رسند. مثلا در پارلمان یا که در وزارت ها. در یکی از مکملترین پژوهش‌های صلح تاجیکستان که گروه مؤلفان در مجله بریتانیایی اکورد انجام داده‌اند، کاترین بارنز و کمال الدین عبداللطیف می‌نویسند از بس که هم طرف‌ها و هم سازمان ملل متحد از ابتدا تلاش‌های خود را تنها به قطع جنگ محدود کرده، مصالحه پخته و کامل را هدف نگذاشتند و برنامه قوی بعد جنگی را تهیه نکردند، نقطه‌های ضعف صلح و بیرون ماندن منفعت قشرهای گسترده‌تر جامعه تخم نزاع‌های آینده را باقی گذاشت. خاورشناس فرانسوی الیور روآ میگوید هم جنگ و هم صلح تاجیکستان حامل اشتباه‌های یک نسل از تاجیکان بودند که نسل‌های بعدی باید اصلاح کنند. من فکر می‌کنم که این کمبود یک نسل است. نسل مردم که فعالیت سیاسی کردند در سالهای 90 اینا به جای نرسیدند و امید به دست نسل جوانتر، نسل دوم است. شاعر قرن 19 تاجیک شمس الدین شاهین با شکوه از چرخ گردون نوشته بود: این صلح فروش عاقبت جنگ در کف قدح است، در بغل سنگ. و این مصرع‌های او یاد نشان به وارثانش است که جهان اطراف خود را فراموش نکنند، جهان بزرگ را، چرخ برین را. و باز رو می‌آوریم به فیلسوف تاجیک اکبر تورسانزاد که آیا به این ترتیب صلح تاجیکستان یک صلح مثبت بود یا منفی؟ نه، آشتینامه 97 صلح منفی نبود، ولی تا سطح معنوی صلح مثبت هم نرسید. اصل اینجاست که صلحنامه مذکور برای همایش آینده ملت زمینه کلی فراهم آورد که دستاورد نظررس اجتماعی است. به شرافت اوست که چارچوب سیاسی و حقوقی تحریز شد و من بعد میباید جمله مسئله‌های اختلاف آمیز را اندرون آن مصالحت آمیزانه حل و فصل کردند. متاسفانه بعد به وطن برگشتن مخالفین و مهاجران در راه برقرار نمودن باوری صمیمی در بین جانب‌های جنگیده یا به قول یونسکو اعتماد آفرینی اقدام نظررس به عمل برآورده نشد، هرچند که سازمان ملل متحد به اجرای این کار سرنوشت ساز تا توانست مساعدت کرد. از این جهت در جریان تطبیق آشتینامه به معنی کلی اصطلاح مصالحه ملی صورت نگرفت که به حسن تفاهم توأم باشد. طرفین درگیر آخر به توافق رسیدند، اما توهم برطرف نشد. صلحنامه‌نویس استریایی مارتین اویر میگوید صلح برای من بهترین شکل همزیستی آدمان است که تحمل پذیری، تفاهم، مکالمه، همراهی، غمخوری و خوشبختی را در بر میگیرد.
و در یکی از کتاب‌های دیگری خود می‌نویسد صلح به عدل وجود داشتن نمی‌تواند و عدل به مخالفت و مقاومت. پس آیا پدیده‌هایی هستند که به صلح تاجیکستان تهدید می‌کنند؟ به این سوال برخی از شهروندان کشور این گونه پاسخ دادند. بسیار عامل ها هستند که بین صلح را خلل رسانند. اگر وقتی مردم تاجیکستان به همه قانون ها رعایت کنند و نرخ نوا پس شود و به یک معیار معین باشد وضع زندگیشان هم نقض می شود، صلح هم پایدار می شود. قریب که یک 30% اهالی بیکار موندگی است. غیر او آدمایی که به روسیه رفتگان و دیگر مملکت‌های خارجی دیگر جور رفتگان. گمان میکنم که در تاجیکستان آزادی مطبوعات، آزادی سخن نیست، همین باعث ویران گشتن صلح میگردد. ما میدونیم که بسیار آدمو پاره میگیرن، مثلا آدمی که همینجا با ایستادگی میلیشن بسیار میگیرن. با صلح دشمن میتونن شده وقتی که بسیار آدمو از روی کانستیتوسیا حقوق ندارن. کانستیتوسیا با نویسندگی همش دروغ است. از روی این کار نمیکنن. ما مثلا همین 16 سالی زندگی استقلالیت ما چند پرابلم داشتیم، اون پرابلم فقط بیشتر شده است. خیلی همه طرف هم محافظت کردن در کار. اول اینکه صلح تاجیکستان محدود کردن حجاب پوشی، مثلا بلند خواندن نماز یا به مسجد رفتن کودکان بچه‌ها محدود کردن این کار میتواند که به صلح تاجیکستان خلل رساند. به فکر من نباید که آزادی آدمو رو محدود کنند. من آدم فلان جایم، من کلوبیم، انا صلاحیت دارم، حکومت من تمام اون آدم میخواد کسی رو میخواد داشته میکنه، آدم دیگه محل کسی رو میخواد به عزت نفسش میرسه، میخواد میزنه، بخواد حتی کشتار کنه برای آدم. اگر یگون چی نباشه بسیار باوری دارم که میگردش. صلح در کجای درجه وقتی که آدم افغانستان اگریزگی برگشت با گریزه تصحیح شد. این روزا چقدر جوانای تاجیک روسیه مرداشون میارن بیچاره. نیست جایی است که بچه‌ها سوختگی ان سوزاندگی انشون میارن. زن حتی در ترمای روسیه ان. اگه کدام احوال همین احوال خلق دیده ایستاده چقدر صلح میگن. باید که حقوق هر یک شهروند رو حساب گیرند که مثلا خلق چی میخواهد، درد خلق رو باید فهمند. خلق ما میترسد، آزادانه گپ زدن نمیتواند، نه که این بر ضرر اونها است. برای اگر که خواهند که بهبودی شود و دولت ما همیشه گلگل شکوفان باشد، باید که مبارزه بود. حقوق خود رو هر یک آدم باید که داند. با وجود این اظهار نظرها، نتیجه گیری نهایی از تجربه صلح تاجیکستان شاید هنوز زود هنگام است. خود شرکتداران روند برای باز کردن همه حقیقت آن 10 تا 15 سال دیگر می‌خواهند. ولی یک خلاصه می‌تواند جای داشته باشد که تحلیلگران مختلف در میان می‌گذارند و آن این گونه است. تاریخ در عوض عذاب و عقوبتش به خلق تاجیک شانس نادری داده بود که در خونبه‌های شهیدانش و آب چشم کودکانش یک وحدت و احیای حقیقی ملی، یک جامعه مدنی با عدالت و انسانپرور، یک دولت صاحب استقلال و سه‌پایه و کارا، یک کشور پیشرفته و شکوفان به دست دارد. آیا از این امکانیت استفاده شد یا نه؟ سوال است که جوابش را هر کس هر روز در پیش نظر خود می‌بیند. و در پایان ویژه برنامه فقط به خاطر صلح چند نقل قولی دیگر. نخست اصل‌الدین صاحب نظر که دیگر در قید حیات نیست. رسولوف نمیتونست یک کاتب رایکان رو اختیاراً از یک جا به جای دیگر قریب واسه کرد به اجازه کمیته مرکزی کپیسیس. این روز این چیزا در دست خود حکومت رحمانوف است. حکومت رحمانوف میتواند که بهترین ها را دریافت کند و سر منصب گذارد. متاسفانه در طول 10 ساله که ما میبینیم بسیار شخصیتایی که در حکومت کار میکنند از عهده کار نمیبرند، عهده بران نیستن، کار را نمیدانند. برای همین سنجیده ندانستن جابگزاری متخصصین امروز رو به تنزل نهادن اقتصاد تاجیکستان ممکن سببگار اساسی هم همین باشد. این رو ما باید خاص با یک شخص الهیده منسوب دانسته اگر که از دولت دموکراتیک عرض کنیم این دولت دموکراتی هم این طلبای دموکراتی نیست. بحث جنبش کردن میتونن که دور رحمانو نه نبیف و نه رسولف و نه قهر محکم و نه مقایسه ندارد. این دوره بهترین دوره برای آزمایش پیشروی ملت تاجیک شدن میتوانست. متاسفانه این امکانات را از دست دادند. عبدالمجید دوستیوف، حالا سفیر تاجیکستان در روسیه. آشفته حالی یا آشفتگی، خفگی از بین نرفته است، از مغز ما نرفته است، از
از مغز او یکی فرزندش کشتیان هیچ وقت نمیرود، برادرش کشتیان یا که خواهرش کشتیان یا خانهش علاو زدیان نمیرود. دایم خوفی وجود داره که از همین آشفتگی بین نفرای استفاده برن و تمام کار تا او درجه از همه او آدمایی که مسئولی حتی راهبری عائله را دارن باید فهمن که همه غلام صلح تاجیکا باشن. در همه حالت، در همه منطقه، در همه گوشه و کنار تاجیکستان باید عدالت با معنای تامش رعایت کرده شود. محمد روزی اسکندروف رئیس بخشی از حزب دموکرات حالا در محبس. صلح تاجیکستان چیزی که ما و شما میدونیم با پرگی اجرا نشد، خصوصا از طرف حکومت و از این بی‌اعتنایی و از این بی‌مسئولیتی که گارانت‌های صلح تاجیکستان و سیاستمدارانی که مسئول صلح تاجیکستان بودند از این استفاده برده. حکومتداران امروزه تاجیکستان نقطه‌های اساسی صلح تاجیکستان خیلی جداً ضرری آوردن که فکر می‌کنم که آینده خوب ندارد برای تاجیکستان. داداجان عطاالله ژورنالیست، مؤسس جنبش وطندار. اصلا کلمه صلح مثل کلمه های آزادی، استقلالیت، عدالت و غیره بسیار کلمه مفتون کننده و جذاب است و از همین رو مردم واقعا به صلح، فقط به مفهوم صلح احتیاج و احترام میگذارند. لیکن صلح تاجیکستان به یک سودای سیاسی بدل شد و بدبختانه اگر در زمان جنگ 150 یا که 200-300 هزار گریزه باشد، امروز بیش از 1 میلیون تاجیکا وطن ترک کردند و اون زمان صلح اگر در حکومت تاجیکستان از گروه‌های گوناگون، از منطقه‌های گوناگون آدمان در حکومت باشند، امروز ما می‌بینیم که این به یک حکومت یک روستا، حکومت یک دیهه بدل شده است. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. اگر کسی فکر کند که سازشنامه رو میتوان به ارخیو سپرد، با آن بر نگشت، با آن اهمیت نداد و خطا میکند. از نگاه ما ویرانشوی سازشنامه یا امروز ادامه پیدا کردن این ویرانشوی بندهای سازشنامه بیشتر در مسائل سیاسی است. اگر در آینده مثلا باز هم انتخابات به اون شکل گذارند که گذشت، ما باز اون رو همچون بهای ما همچون خلافکاری و ویرانکنی سازشنامه خواهد بود و فکر میکنیم که روحیه سازشنامه باید که همیشه در فضای سیاسی تاجیکستان وجود داشته باشد. امامعلی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. وابسته به اوضاع ناآرامی سیاره و دامن پهن کردن تروریسم و اکستریمیسم در بعضی کشورها و دایره‌های معین سیاستشناسان رویه نامطلوب و بی‌اساس گناهکار کردن دین اسلام همانا ادامه دارد. اسلام همچون یکی از دین‌های بزرگ جهانی همه گونه نفاق و خصومت، کشتار و وحشانیت و جبر و ظلم را محکوم می‌کند. بنابراین کوشش با هر راه و واسطه بدنام کردن اسلام و مخصوصاً مردم مسلمان این چنین به هر گونه مخالفت و نزاع مجبوراً خصلت اسلامی دادن از روی عدل و انصاف نیست.